فرودگاه کراسنویارسک از باغوج یک ساکن 26 ساله ولایت ایرکوتسک که از تاجیکستان می آمد یک بسته بزرگ تجهیزات سرتراشی و ریشتراشی پیدا کردند. او به کارمندان گمرک گفته است که این همه را برای استفاده شخصیش آورده است، ولی به باور مقامات گمرک کسب او ظاهرا سرتراش است که اینقدر مال زیاد ریشگیری و سرتراشی با خود آورده است. کارمندان گمرک از آمدن این مسافر 27 مالی که او میبایست در اعلامیه گمرکی نشان میداد پیدا و مصادره کردند. بر علاوه 10 ماشینکه ریشگیری تمغه روزیک و 4 قیچی تمغه سالنجن طور تشخیص نشان داد که قلبکی بودند. مقامات گمرک کراسنویارسک نسبت به این زاده تاجیکستان که در ایرکوتسک زندگی میکند با اتهام کوشش غیر قانونی بر روسیه وارد کردن مالهای قاچاقی و قلبکی 4 پرونده ماموری ترتیب دادند. او را بر اساس 3 پرونده الکی 11,000 روبل جریمه بستند و بررسی پرونده چهارمش در دادگاه هنوز ادامه داشته است.